سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من کیوان لجندم. خوش اومد به این ویدیو آموزشی جدید. دوستان ما میخوایم بهتون یاد بدیم که چطوری وقتی بازی میکنید، بازی که تموم شد اون بازی که انجام دادید رو ذخیره کنید و بعدا برید نگاه کنید. من این آموزش بهتون میدم. داخل بتل میشه، CS میشه، همین مپا میشه. فقط من باید یک دست از لوگو فامو برم و تا اون موقع که نه، من باید یه دست لوگو برم و وقتی که بازی تموم شد بهتون بگم. خب دوستان، وقتی که تموم شد پایین سمت چپ وسطی اینجا که عکس دوربین اونو میزنیم ذخیره میشه و میخوام چطور یاد بدم که ببینید. وارد پروفایلتون میشید، گزینه 4 هیستوری رو میزنید. اینجا وقتی هیستوری رو بزنید اینجا ویدیوهاتون میاد، بزنید رو این و بعد برید نگاه کنید. و این هم بود آموزش من. دوستان اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید. بازم میگم کامنت خفن بذارید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهایی که میذارم واسهتون بیاد. تا ویدیوهای گیم پلی و یا آموزشی بعدی، خدا نگهدار.